نفر بود، از اون 900 نفر بود. از اینها در برابر این 1957 نفر دیگر از دانشگاه وارد یعنی مؤسسه تومتبه گشتند. جای آنها پر کرده شده بود. در همان آخر 317 تا نورسایی کرده باشه که این هم آهسته آهسته پورا کرده جابجا شده است. خب تاثیر فیوری مفهوم تاثیرش این تاثیر هست. اکنون این رو همین خیلی مایندود کردنی هستند که خیلی زندگی همین خیلی بعضی چیزا دارد، بعضی اقتصادی بعضی اجتماعی هست. اما بعضی کمبودی های میشود که اینها سوها رو کار میکنند. اینو با از روی تحلیل های من بعضی اقتصادی و بعضی اجتماعی شده، مثلا یعنی در اویله فرض کردیم فرزندان زیادن، شماره فرزندان بیکار بسیارن، یک آدم یک تا آموزگار فرض کردیم اینو رو پوشاندن نمیده، خلاندن نمیتونن، مجبور میشن که هم خیلی ترکی چی کنن. تاثیرش مثلا و رفتن یکون مشکلی میشد از سای موری؟ البته تاثیرش زیاد از دانشگاه کادرها میشن و از دانشگاه جلب میکنیم، کورس‌های 4-3 اونجا دعوت کردیم. اینها هم از جابجا شدگی از اول مشکلات رو نمیشن که کادرهایی که پر اختصاص یعنی چیزاشون یعنی اختصاصمندن، یعنی در همین دوره مثال سابقه کاری زیاد دارن، اینها بسیار انشان میروند، تاثیرش کلان میرسه به سوی ما. استاد در ادامه همین سوال نورسایی در سوای معرف چی قدر است و در این سفر آموزگاران با مهاجرت از کدام شهر نویا بیشتر است؟ سفر مهاجرت از شهر در ولایت خرطوم از نویه جامی یوغون است، از جایهوند است، خراسان است. چند نفری استاد امیر مشخصا بگید؟ حتی شماره اینو رو ما با پرگی همه شکای کردم هست یک 100 نفر است، 150 نفر است. همونجا که کادر همون شماره چی شماره کدام سال تو کدام سال رفته گیرد؟ همیشه همش مهاجرت ها؟ زنها چی قدر است؟ زنها آموزگاران زنها همش مردم هستند. جناب سردار همین ادامه میاد سریان حضور میبخشید. همین وقتی که مثلا یک متخصص علاقه از کار میرود، هر کی جای کار میکنه، یک دانشجو فونکسیه همون را اجرا کردن میتونه؟ وای دانشجو فرض کردیم کورسی 4 است، برجاده هست از حساب آموزگاران سابقه دار است که فرض کردیم سلامتیشون درست است، اینا جلب کرده شدند. خیلی و 4 سال خواندگی البته در مکتب میونه تجربه آموختگی است. ما مراجعه کردگی ما خیلی از قد کوچه رو جمع کردگی نیستیم که اونا رو ما جمع میکنیم که با تجربه داره. اول ما قطعا مدیر معرف از سفارش میتیم، قطعا صحبت میکنن اگر باشد که امور از بوده همین کار باید همجا قبول کرده بشه، از بوده کار نباید نمیشه. او چکلی که میگن تو شنوار نیستید با بالا به دریا منه همین از ما آموزگار ما 38 سال سابقه کاری داریم، این چیزا را درک میکنیم. اگر که همون آدم اگر در دلش نباشد بری آموزگاری هیچ وقت پاش به مکتب نمیگذارد. شوق هوسش که باشد، شوق هوس خودش رفته آموزگار میشود. فرض کنیم ما از سال 90 آموزگار بودیم، یگان رو نرفتیم، همین کسبه آموزگاری را تو وقت دام داده استیم. سرداری هست که همین حالتهایی بودن که این سال آموزگار را از مؤسسه‌های تعلیمی ابلاغ میکردن، همین هم میتونه سبب باشه که این سال مهاجر شدستن؟ نه یا سبب شدن ولی اون قدر اون چیزایی که در دوره جلب آموزگاران بود و جلب همین خدمتچیان حربی بود، بعضی همین حالت‌ها بودن، این حالت‌ها رو ما پیشگیری کردیم در یک جایگی با پرکتور حربی. آموزگاران نبودن از مؤسسه تعلیمی؟ کدام بعضی آموزگارانی که وجود در قانون جمهوری تاجیکستان یک قانون است اومدگی است که کسانی که در دهات زندگی میکنند
ҳамуно ба сафи қонаву ки марҳамат намояндаи военкомат аст, ҳамон қисми ҳарбӣ ҳастанд, ҳамон ҷавоб метавонанд савол کنم. متخصص پشبر رئیست مالی ولایت عبدالله معروف هستم. طبق قرار رئیس ولایت ختلان دعوتی که روانی گذاشت، من هم چون نماینده رئیست مالی ولایت در آنجا بودم و اینجا یک چیز نازکی دارد. قانون جمهوری اسلامی درباره عهدهداری حربی خدمت حربی است. ماده 31 آن در آنجا خرج داده که آموزگارانی که معلومات عالی آموزگاری دارند در مؤسسه تحصیلاتی میانه امید دهات کار و فعالیت بکنند. یعنی نازکیش در همین است که معلومات عالی آموزگاری اینجا دیگر اختصاصانی و اگرانوم هم بعضی حالات آموزگار شده میتوانند مثل کار میکنند یا اینفرماتیک برنامه‌ساز خوانده است آموزگار کار میکنند. فقط در اینجا معلومات عالی آموزگاری گفتگی است. همین نازکی است. بعد دیگر اینکه اگر در مؤسسه تحصیلاتی میانه امید دهات کار کنند، در مرکزهای نویه‌ها هستند، شهرک‌ها هستند، آنهایی که در شهرک فعالیت میکنند به صف قوای مسلح جلب میشوند. همین نازکی را بعضی‌ها بعد به نظر نمیگیرن، بعد هر کس سر و صدا زیاد میشه. چند آموزگار جلب شده گن؟ از چی؟ همین ولایت ختلان به صف قوای مسلح چند آموزگار بودن که جلب شدن خدمت دارن؟ امور هست؟ با قوای مسلح جلب شدن؟ بله. شماره عمومی کی اگر کادر نباشد معلومه نه ایشون امور جمع کرده نیست، لیکن او آموزگارای شهرک آوردگان، آموزگارای دهات ما تو این روز یکم شکایت نگرفتیم که از آموزگارای دهات همه آموزگارای شهرک هم ابلا باشدن ممکنه؟ نه مقصد ابلا برای ایرا پروکراتور حربی گپ بزنه. ما ایشون میگیم که قانون جمهوری اسلامی درباره عهدهداری حربی ده حتی معلمون رو مثلا جلب نمی‌کردن چون معلم یک چیز است که در دوران جنگ استفاده وطنی نبود اینجا ما پیشگیری کردیم میکنیم خیلی پیشگیری کردیم ما مزید همین چیزی که آموزگار با صفی قوای مسلح جلب کرده شد در دوام خدمت ما نبودیم کنیم، یعنی آموزگار باید یک کسبه آموزگاری خود را نداشت. وقتی آموزگارا قسم زیاد شد و کسی جوان باز سلام جای شدم با دیوانی دکتر حربی در یک شبانه رو سامش مسئله برقرار کرده شد آموزگارا با جای خوشم برقرار شد.